سلام، این هفته در آفساید. همسایه گرامی، اگر کلید ندارید از دیوار بالا نروید. اینجا خانه است، ساختمان سفارت نیست. با تشکر. بله، حمله به سفارت عربستان و پیامدهای اون در بدنه نظام. بله، در نیمه اول برنامه میریم که داشته باشیم یک گزارش مختصر از اونچه که در جریان سفارتگیری اتفاق افتاد. ببینید، حمله به سفارت یا واقعی که اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در عالی‌ترین سطوح جمهوری اسلامی هم موضع شفاف و واضحی در ارتباط با این موضوع گرفته شده. اون چه اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل دفاع نیست. یک حادثه است که به همه جهات و معانی در حقیقت محکوم هست. طوری میگه حادثه اتفاق افتاد که انگار داشتن اونجا گل کوچیک میزدن، توپشون افتاده تو حیاط سفارت، رفتن توپو بیارن، حالا یه شیشه هم شکسته. کاملا اتفاقی. ماشاءالله ماشاءالله. بله، کاملا اتفاقی و خودسرانه کوکتل مولوتوف رو ول کردن توی سفارت. حالا میخوایم ببینیم که این حادثه‌ای که اتفاق افتاد رو کیا رقم زدن و آیا ردی، نشانی، چیزی ازشون هست؟ و اقدام ناشایسته‌ای که متاسفانه عده‌ای در حمله به سفارت عربستان انجام دادند و منافع ملی را در نظر نگرفتند. عده‌ای انجام دادن؟ حالا این عده‌ای کیا بودن؟ متاسفانه یه عده‌ای آمدن نتونستن بر احساسات خودشان غلبه بکنن و نیروی انتظامی که حاضر شد. اتفاقی افتاد که به هر حال کار پسنده نبود. حالا چه عرض بکنم خدمتتان خودسرانه یا به نوعی عرشبت شکل یافته آمدن این کار ناپسندیده رو مرتکب شدن انجام دادن. عده‌ای خودسرانه شکل یافته. پیدا کنید پرتقال فروش رو. آقا یکی بیاد بالاخره این معما رو حل کنه. این عده‌ای چه جور آدمایی بودن؟ آخه هم عکسشون هست هم فیلمشون هست. چرا تا به حال یکیشون هم نیاوردن تو تلویزیون یک اعترافی بکنه؟ مطلبم معلومه که این حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودن، گیرم از آدم های نادان هم استفاده کردن. دو گروه بودن، حتما دو گروه بودن. شواهدم نشون میده دو گروه بودن. گروه پشت کار و این که رهبری میکردن از خود دشمن ها بودن، میخواستن این کار رو به وجود بیارن و بعد توپو که افتاده بود در اون طرف به دست دشمن بیدن. آقا نگفتم گل کوچیک بوده دیگه. نکن دو تا گروه بودن، یه سری نفوذی یه سری نادون. نفوذی‌ها توپ رو دادن به نادونا، اونام توپ رو انداختن تو حیاط سفارت. بعد دشمنا رفتن دنبال توپ، بقیه هم دنبالشون. حالا ببینیم که این دشمنایی که داشتن صحنه رو رهبری می‌کردن خودشون چجوری معرفی کردن. حالا حزب الله کیه ما اصلا نمیدونیم. کسی تا به حال اسمشون رو نشنیده. احتمالاً یه حزب جدید و تأسیسه که توسط عوامل استکبار و ایادی نفوذ درست شده که حالا دارن تحقیقات میکنن ببینن که اینا کیان. فقط یه سوال، این نیروی انتظامی که معمولاً توی خیابون‌ها یه متر میچیننشون، اون شب کجا بودن؟ عده‌ای چه سازمان یافته و چه خودجوش به سوی سفارتخانه حرکت میکنند، ولی نیروی انتظامی به صرف این که این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز میزند. لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد. آها، یه عده‌ای از فلان نهاد، یعنی همون حزب ماشاءالله اینا، رفتن سفارت رو گرفتن ولی نیروی انتظامی باید پاسخگو باشه. حالا چرا؟ عرض میکنم پیش باید نیروی محترم انتظامی و دستگاه محترم اطلاعاتی امنیتی به نحوی تدبیر میکردن که این اتفاق نمیفته. دکتر
تدبیر که کردن، کاملا تدبیر کردن. عکسش هم هست، ببینید. همونطور که ملاحظه میکنید نیروی انتظامی داره از اون پشت تدبیر میکنه. این نفوذی حزب اللهی هم داره سنگ رو روونه میکنه سمت سفارت. بقیه هم دارن توی صحنه عکس میگیرن که دیگه بذارن توی تلگرامشون. حالا فیلم این صحنه هم هست. صحنه رو خیلی واضح‌تر نشون میده. ملاحظه بفرمایید. همونطور که میبینید یه چیزی تو مایه‌های بازی زوه. نیروی انتظامی میره جلو، زو، بعد دوباره بسیجی‌ها میان جلو، زو. اینا هول بده، اونا هول بده، اینا هول بده، اونا هول بده. و حالا اینجا یک نفر از زیر دستشون در میره، ولی داور آفساید میگیره و برش میگردونه توی بازی. بله، وقتی چند تا کارگر و معلم جمع میشن میخوان یه اعتراضی بکنن، سریع همکارای محترم 30 ثانیه حاضر میشن، چند تا دست و پای شکسته و سر خونی تحویل میدن. ولی وقتی یه عده‌ای خودسر شکل یافته میان سفارت هم میگیرن، همکارای محترم نزنن، برن باشون گرگن به هوا بازی کنن. بابا حمله به این سفارت حق مسلم ماست. حمله به این سفارت حق مسلم ماست. خونه سفیر کدوم بره؟ بره ما از اون خونه وزیر کدوم بره؟ از این بذار برم تو، بذار بابا بذار من برم تو. بابا آقای ساجدین ها، بابا آقای ساجدین اینا مثل توجیه نیست اصلا. خامنه‌ای فکر میکرد که قضیه سفارتگیری تو نیمه اول تموم میشه، یه گل ما یه گل شما مساوی تمام. اما تو نیمه دوم یهو دید که دروازه‌شو بستن به توپ، گذاشتنش تو کرنر انزوا. یعنی به جز عربستان چندین کشور باش قطع رابطه کردن. یک سری از کشورهای حالا ازشون به عنوان کشورهای میکروسکوپی هم یاد میشه یا بالاخره حالا از اهمیت هر کشور رو بر خودش برخورداره، ولی اومدن اقدام کردن و عربستان سعودی همراه شدن. یکی از این کشورها سودان بود. آفساید، کشورهای میکروسکوپی جدید بود. حالا اون کره زمین و میکروسکوپ رو بیار ببینیم دقیقاً این کشورها کجان. بله، این که ملاحظه میکنید کشور سودانه که ظاهراً زیر میکروسکوپ ما جا نمیشه. شاید منظورش کشورهای دیگه است. تو این اوضاع و شرایط فعلی فقط قطع روابط دیپلماتیک جیبوتی با ایران رو کم داشتیم. جیبوتی کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ جیبوتی کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو اصلاً کجایی؟ در پی قطع رابطه ایران و جیبوتی، وزارت خارجه کشورمان به دیپلمات‌های جیبوتی 24 ساعت فرصت داد تا کشور خودشون رو روی نقشه پیدا کنن. چرا جای دور میری سراغ دیپلمات‌های جیبوتی؟ برو همون بغل تو مجلس پیش علی لاریجانی. پارسال خودش همین موقع بدون ذره‌بین جیبوتی رو پیدا کرده بود، یه توکه پام رفته بود جیبوتی. قشنگ اونجا ساختمون مجلس رو افتتاح می‌کرد. اون موقع هم جیبوتی اصلا میکروسکوپی نبود، خیلی هم کشور مهم و پر اهمیتی بود. نکنه که الان آب رفته. منطقه‌ای که جیبوتی واقع شده منطقه بسیار مهم و پر اهمیت از نظر کارهای تجاری هست و الان هم همکاری‌های مختلف بین ما هست، میتونیم اینو سرعت بدیم. آقای لاریجانی در نخستین برنامه سفر خود به جیبوتی از 2 ناو رزمی پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در سواحل جیبوتی دیدن کرد. کسی که 2000 علوم سیاسی سرش بشه میدونه که اهمیت کشورها به وسعتشون نیست، به نقطه‌ای که توش قرار گرفتنه. تا همین پارسال که ناوگان‌های سپاه توی جیبوتی لنگر انداخته بودن و برای حوثی‌ها از اونجا سلاح قاچاق می‌کردن، هیچکی نمیگفت جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی. بلکه برعکس کلی هم رئیس جمهور جیبوتی رو حلوا می‌کردن. جیبوتی کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو اصلاً کجایی؟ جیبوتی کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو اصلاً کجایی؟ حالا رسیدیم به دقیقه 90. بالاخره ته بازی و این قمار سفارتگیری چی عاید عظما شد و این بازی به چی منجر میشه؟
فکر میکنید این تقابل به تقابل نظامی هم منجر میشه؟ فکر میکنم عربستان سعودی در چارچوبه همون استراتژی که ازش حرف زدیم تا سطوحی از رویارویی و جنگ مستقیم به معنای خاص خودش را هم در هدفگیری های خودش احتمالاً به احتمال غالب تعریف کرده و مورد توجه قرار داده. به نظر میرسه عربستان سعودی حداقل در سطوحی از جنگ محدود شاید احساس میکنه که وضعیت رو برای او بهتر خواهد کرد. پس به نظر میرسه بعد از برجام و زهرخوری و فرستادن اورانیوم که قرار بود راه نفسی برای نظام باز بشه، نه تنها باز نشده بلکه اوضاع داره قاراش میشترم میشه. به قول معروف از چاله در نیامده افتادن توی چاه. بی خود نیست که از بالا تا پایین نظام همه به غلط کردم و پشیمانی افتادن. بالاخره ببینید ما در داستان انگلستان یه تجربه رو داشتیم دیگه که بعداً تمام مسئولین نظام از بالا تا پایین اون اقدام رو تقبیح کردن، محکوم کردن، گفتن درست نیست. خب بالاخره یه آدم مؤمن از یک سوراخ دوبار که گزیده نمیشه که. یک بار اون اشتباه صورت گرفت، دیگه این اشتباه دوم برای چی بود؟ آدم مؤمن آره، ولی ولی فقیه ورشکسته نه. از یه سوراخ دوبار که چه عرض کنم 10 بار گزیده میشه. آخه مجبوره. شب و روزتون خوش.